این که میبینین قرآنه، کتاب خرافات مسلمونا و عرباست که به زور با کشت و کشتار و اشغال کشور ما این منبع خرافات رو به سر ما آوردن، باعث بدبختی کشور ما شده. خرافات رو باید سوزوند. الان قرن 21ه. حالا من دارم روش نفت میریزم، نگاه کنید. این که میبینید من الان روش میریزم نفته. قشنگ روش نفت بریزید اینجوری. حالا ببینید که چجوری میسوزه. نگاه کنید. قرآن رو باید سوزوند. ببینید من چجوری اینو سوزوندم. مرگ بر دین کثافت اسلام، دینی که بردهداری رو تو این کتابش کار درستی دونسته. ما ایرانی هستیم، گور پدر این دین کثیف. بفرستینش همون جایی که اومد، همون واسه عربا خوبه. این کارو هممون باید بکنیم. ما ایرانی هستیم، قرآن رو بسوزونیم. درود بر همه دوستان عزیزم. من اینجا دارم یه قرآن کثیف آتیش میزنم. من یه ایرانی هستم. لعنت بر عربا. 1400 ساله ایران ما رو با این فرهنگش نابود کردن. با زور شمشیر وارد ایران شدن، تجاوز کردن، کشتن. الان هم میبینید که دارن تجاوز میکنن، میکشن. اسم این قشنگ ایرانی رو عوض میکنن، ناموسای ما رو صادر میکنن به دو کشورهای دیگه. و اگه شما ایرانی هستید، همه ایرانی ها این کار رو انجام بدید. این کتاب به خاطر اینکه توی هر کشوری برقرار بشه خیلی ها رو کشته و 1000 تا ناله و نفرین پشت این کتابه. از تمام دوستان خواهش میکنم این کتاب رو بسوزونن، از بین ببرن. این کتاب نحسیه. حتما خواهش میکنم این کار رو انجام بدید. من خیلی لذت میبرم دارم این کار رو انجام میدم. لذتش برای من خیلی زیاده. خدای شکرت. من واقعا اینجا از تک تک